سلام، مهمان برنامه امروزه ما محمد زرقامی همکارم از رادیوی فردا است. محمد، به برنامه ما خوش آمدید. از بس که در تاجیکستان شب یلدا تجلیل نمی شود و با گذشت زمان از یادها رفته است، اول کمی راجع به تاریخ این عید جشن می گفتیم. خیلی جالبه اول بدونیم که شب یلدا خب برمیگرده با آیین مهرپرستی و قبل از اینکه ایرانی‌ها یگانه پرست بشن و زرتشت پیامبرشون بشه، اونها مهر رو پرستش میکردن و چون زمستون‌های خیلی سختی داشتن، جالب این رو بدونیم که اینها به خاطر اون زمستون‌های سخت به پیشواز آفتاب و اینکه این شب‌ها کوتاه میشد و روزها بلند میشد میرفتن. در قسمتی از ایران که بیشتر اساطیر مهر از اونجا اومدن، مثل شمال ایران که امروز میشه جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان، جالبه بدونیم که این بیشتر ریشه از اونجا گرفته، چون زمستونهای سخت رو میدیدن میرفتن به پیشواز مهر و مهرپرستی از اونجا رواج پیدا کرده. و خب ما میدونیم که این بعدها که اومده، یعنی بعد از گذر از گردنه‌های تاریخ 4000 سال 5000 سال پیش تا به امروز که رسیده، ادیان مختلف به این داده‌های خودشون رو دادن، از مسیحیت گرفته اسلام، و در 200 سال گذشته است که یک کوشش‌های آغاز شد برای اینکه بازگشت کنیم و اون گذشته خودمون رو پیدا کنیم و شب یلدا از بین تاریخ برخورد اومد بیرون و امروز یک جشنیه که در ایران خب به صورت رسمی برگزار میشه و پاس داشته میشه و حتی بعد از انقلاب اسلامی ایران هم حکومت هم استقبال کرده. الان پا به پای مردم سعی میکنه این جشن رو بهش احترام بذاره، چرا که یک جشن ملی میدوننش ایرانی. چگونه جشن میگیرن؟ در اون شب چه کار میکنن؟ در شب یلدا اصولا ببین خیلی چیزها تغییر کرده. یلدای گذشته با یلدای امروز قابل قیاس نیست. در گذشته خانواده ها خیلی هسته‌ای بودن و بزرگ خانواده میشست، کرسی بود، زمستونهای سختی بود، مثل امروز مدرن نبود، میشستن، گل میگفتن، گل میشنفتن و از همه مهمتر این که خب شاهنامه خونی بود. اون شب شاهنامه خونده میشد، قصه تعریف میشد. حافظ بخشی از یلدا بود که فالی بگیرن و تفعالی بزنن و آرزو بکنن که به اصطلاح زندگی بهتری داشته باشن، فرداهای بهتری رو ببینن. ضمن اینکه در نظرم داشته باشیم که خود واژه یلدا یک واژه سوریانیه که آمیخته شده با زبانهای آراماییک و عربی و اینها و از اونجا اومده به معنای زایش و میلاد. و اصالتا ایرانی‌های باستان نمیگفتن یلدا، میگفتن شب چله، چرا که 40 شب باقی مونده به جشن سده ایرانی‌ها، چون ایرانی‌ها خیلی در دوران باستان اهل جشن بودن، برخلاف امروز که سوگواری‌ها جای جشن‌ها رو گرفته، ولی خیلی اهل جشن و شادی بودن. و جشن سده جشنی بود که جشن پاسداشت نور بود و گرمی و 10 بهمن ماه برگزار میشد بر اساس تقویم خورشیدی و ایرانی ها این رو این 40 شب باقی مونده به جشن سده رو جشن میگرفتن و اسمش رو میذاشتن شب چله. خب میدونی که خوردنی های خاصی هم داره، حالا اگه دوست داشتی برات میگم. راجع به همین خوردنی خاصش میگفتی. خوردنی های خاص اینه که ایرانی ها خیلی اعتقاد داشتن بنابر تعالیم دینیشون، به ویژه از دوره‌ای که زرتشت میاد، با قربانی کردن میونه خوبی نداشتن. دین زرتشت اصولا میونه خوبی با قربانی کردن نداره، مخالفه، و به خاطر همین میوه ها رو جایگزین کرد. آجیل و میوه بخشی از سمبل های میهمانی های ایرانی هاست و معمولا هر فصل آجیل های خاص و میوه های خاص اون فصل مصرف میشه. مثلا چون در زمستون خب انار هست، انار یکی از میوه های شب یلداست، ولی مسئله اینه که اگه دقت بکنی میوه های شب یلدا رنگ قرمز یا اون چیزی که در تاجیکستان شما میگین سرخ، اون رو استفاده میکنن. واقعا این دوگانه هم یک عنصر اصلیش است. دلیلش اینه که خب اگه دقت کرده باشی، یلدا برای پاسداشت نور، روشنایی، ایزد مهر یا میترا. بنابراین این غروب و طلوع خورشید وقتی که نگاه میکنی اول صبح میبینی که رنگ سرخ داره و وقتی هم داره خورشید میره رنگش سرخه. این سرخی رو از اون گرفتن و میوه هاش مثل انار سرخ، هندوانه سرخه و همچنین سنجد که پوست سرخ رنگی داره. اینا میوه های خاص شب یلداست به علاوه آجیلی که در کنارش مصرف میشه. برگردیم به عنصرهای دینی که قبلا صحبت کردی. آیا با مرور زمان به این جشن
عنصرهای مذهبی هم شامل شدن، وارد شدن؟ به هر حال خیلی اعتقاد دارن که رو مسیحیت تاثیر گذاشته و مسیحیت بخشی از این مراسمی که داره از جمله تولد عیسی رو از آیین میترائیسم گرفته، چون در همون روزها عیسی هم متولد میشه و اینها، به ویژه وقتی که میترائیسم وارد اروپا میشه. اسلام هم به نوعی تونسته تأثیرات خاص خودش رو بگذاره، چون ما میبینیم که مثلا در آثارالباقیه ابوریحان بیرونی به یلدا اشاره میشه، ضمن این که به نظر من رمز بقای یلدا برخلاف آیین‌های دیگه ایران باستان و اینکه تونسته یلدا خودش رو تا امروز بکشونه و دوام و بقا داشته باشه این بوده که منافاتی با مراسم و آیین‌های اسلامی نداشته. چرا که اگر که آیینی بود که بیشتر رنگ مایه‌های مذهبی حالا یا میترائیسم یا زرتشتی و اینها رو داشت، شاید دوام و بقاش تا امروز به این اندازه نمیشد. کما اینکه در ادبیات ایران هم خب یلدا تقریبا میشه گفت از دوره غزنویان به بعد که خیلی ما میبینیم که یلدا استفاده میشه واژش. و جالب ترین نکته اینه که خب از میشه اشاره کرد به منوچهری، شاعر ایرانی که استفاده میکنه از یلدا در اشعار خودش و تا امروز که خب حالا ترانه‌سراها هم استفاده میکنن و برای یلدا مصداق‌های خاص خودشون دارن، چه مصداق‌های عینی یلدا که مثل درازی و بلندیه و چه مصداق‌های استعاریش که کنایه از به پایان رسیدن شب سیاه، کنایه از گاهی اوقات استعاره‌های سیاسیه که یلدا رو تبدیل کرده به یک میشه گفت داستان دلنشین برای ایرانی ها و امیدبخش. تشکر. همکارم از رادیو فردا محمد زرغامی با ما صحبت میکرد. تشکر محمد.